لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. اکنون بعد از که امام رحمه الله حدیثای درباره رمضان آورد اکنون درباره چی گفتنه؟ صیام تطوع. صیام چی گفتنه؟ التطوع. صیام تطوع یعنی صیام نفل. سنه حدیث ابو قتاده آورد رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفه فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء. یعنی این حدیثان یک چند نموده روزه های نفل تطوع اومد. یکمش وقتی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم از روز عرفه، یعنی روز عرفه طبعا برای غیر حاجی ها، ولی میبیاد حدیث که برای حاجی بهتری نداشتن، برای غیر از حاجی آدمی که خونش موند حج نکرد برای وای چی بدیست، یعنی روز عرفه روزه گرفتن این چی میشه؟ سنت میشه. وقتی که روزه پرسیدن رسول صلی الله علیه و سلم گفت که این روزه عرفه گرفتن یعنی 2 سال گناه ها کفاره کرده میشه. 2 سال گناه ها یعنی گناه های سال گذشته، گناه های سال آینده همش چی میشه؟ یعنی بخشیده میشه. یعنی روز عظیم. و سنه از روز عاشورا پرسیدن. روز عاشورا یعنی 10 محرم یعنی ماه هجری، یک ماه چیز مونده محرم، یعنی بعد از که حج ذوالحجه تموم میشه، بعد از ذوالحجه محرم میبیاد. دایم محرم روزه گرفتنش گفت سال گذشته گناهاش بخشیده میشد. یعنی روزهای عظیم، روز عاشورا، روز عرفه. سونه از روز اثنین پرسید. روز چی پرسید؟ اثنین، روز دوشنبه پرسیدگین در رسول صلی الله علیه و سلم که ذاک یوم ولدت فیه و بعثت او انزل علی فیه. اذن یعنی چه کذالک، یعنی چه روز دوشنبه روزه گرفتن سنت بدنشه دلالت کرد. روز دوشنبه چه بوده؟ یعنی روزه گرفتن سنت. سنت. ذاک یوم ولدت فیه، یعنی این حدیث مثلا چه بعض اهل بدع این حدیث به چی میچسبد؟ میگید که انا این حدیث چه دلالت کرد؟ جواز مولود به مولود. های که مولود میدونی یعنی روز تولد رسول صلی الله علیه و سلم جشن میگیرند، یک سال به یک بار جمع میشند چی میکنن؟ یعنی روز تولد جشن میگیرن. جشن گرفتن چی میگن؟ یعنی گویا که روز مولود جشن گرفتن جایز. انا رسول صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه چی میکرد؟ یعنی روزه میداشتن. روز دوشنبه چی میکرد؟ یعنی روزه میداشت. این چی به دلالت میکند؟ یعنی روز دوشنبه روز بزرگ، روز کذا و کذا، و این روزی که چه رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد شده، برای همین روز ما روزه چی میگیریم؟ یعنی جشن میگیریم. این کار خطا. این حدیث دلیل نمیشه. فهمید؟ این حدیث چی دلیل نمیشه؟ برای که از یک چند جهت. یکم از جهتاش ذاک یوم ولدت فیه، رسول صلی الله علیه و سلم نگفت که ذاک سنه او ذاک شهر، ذاک الیوم گفت. این چی یعنی روز گفت، روز دوشنبه. دیگه تاریخ شما اینا کدوم روز جشن میگیرن؟ یک روز مهمه. نه آجا تو دیگه جواب رفته. یکم دکابر میگید یعنی شما مولد عیسی علیه السلام مولد عیسی جشن میگیره. یعنی مولد رسول صلی الله علیه و سلم سیرنده گرفتیم که چه گفتیم سیرنده؟ المهم مسئله ای که اتفاق شدگی رسول صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه تولد شدگی، سال فیل گفتیم. سن ماه ربیع الاول، صحیح ربیع الاول، لیکن کدوم ربیع الاول اینش تعیین نیست. الان امروزه منیت روز کدوم جشن میگیرن؟ 12 ربیع الاول.
12 ربیع الاول، لیکن صحیحش 12 ربیع الاول روز وفات رسول صلی الله علیه وسلم. برای همین روز تولدش دویم گفتن، هشتم گفتن، نویم گفتن، هفدهم گفتن، 19م گفتن، 20م گفتن، لیکن 12م نگفت اهل تاریخ. اینو اگه 12 یافتن الله اعلم. یگون جندن اومده ای که 12 ربیع الاول این روز تولد رسول صلی الله علیه وسلم. صحیحش 12 ربیع الاول این روز وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی چه خیل میکنن؟ یعنی روز وفات بشه موتا خیل خرسندی میکنید. یعنی نگرد اهل بدع خودش چه خیل مثلا چی میکند؟ یعنی گمراه میکند. روح راست چند رفته ساده چی گمراه میشه. اعوذ بالله. روح راست چند چی میشه؟ یعنی گمراه میشه. فهمید؟ همه ایدن چی میشه؟ یعنی نعم ایدن این یعنی روز دوشنبه شد. و كذلك اینجا در وقتی که گفت که صلی الله علیه و سلم گفت که ذاک یوم ولدت، نعم نگرید اینجا در سه چیز شد. ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. سه چیز: الميلاد والمبعث والإنزال، يعني إنزال الوحي عليه الصلاة والسلام. فهمده؟ سه چیز شد. اینا نمیشه چی میگیم؟ یعنی اسلوب اصولی که تگریم، اسلوب اصولی ها چی میگن؟ ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر نعم ماذا يعني نعم علة مركبة بثلاث أوصاف. نمونه چی میگیم؟ عله مرکبه میگیم. عله چی میگیم؟ یعنی مرکبه میگیم. والعلة هل تؤثر الحكم أو لا؟ وهي أحيانا تؤثر بحالها يعني بانفرادها، وأحيانا لا تؤثر إلا باجتماعها بتركيبها. این چی گفته گاب؟ يعني علة مؤثرة هاي، علة غير مؤثرة هاي. علة مؤثرة يعني مثلا ها آدم بالغ شد، ها فهمدید؟ آدم نعم یعنی میگیم آدم بالغ شد وای به روزه ها فرض شد. بلاغت علت و روزه حکم. همین علت چی تقاضا کرد؟ حکم چی میشد؟ یعنی روزه داشتن، روزه واجب میشد. فهمدید؟ طيب یعنی آدم بالغ به روزه داشتن فرض ها؟ همش باید شرطش باشه. چه شرطش بود؟ سالم باشه. ها یعنی چی باشه؟ مجنون نباشد، عاقل باشد، مسلم باشد، قادر باشد، مقیم باشد. دیدید؟ یعنی ایدن یک تا بالغ بدن خودش فرض بشه یا نه؟ ایدن یعنی چه این علت ها تنهاگیش که تی حکم به تاثیر کردن نمیتونه، حکم پیدا نمیشه. فهمید؟ یعنی آدر بالغ، عاقل، قادر لیکن کافر، وای با فرض نه. یا که مثلا مسلم، عاقل، بالغ لیکن قادر نه، وای با فرض نه. دید ایدن همین علت تو اگر جمع نباشد حکم پیدا نمیشه. فهمید؟ یعنی روزه کدوم همین اینه چه میگیم؟ عله مرکبه میگیم. كذلك مثلا قتل های قصاص های. قتل عله، قصاص حکم. یعنی قاتل حکمش چیه؟ قصاص. لیکن ها یک آدم مثلا بی خبر کشته مونده اگر قصاص های به برای قصاص باید که چی باشد؟ عله مرکبه باشد. چی باشد؟ همراه قتل عمد باشد، عدوان و عمد باشد. القتل العمد العدوان باشد. فهمید؟ یعنی ایدن همین علتای مرکبه میگیم. یک چند علت اگر جمع شود علمنا ایدن هي لا تؤثر بانفرادها، نعم لا تؤثر الا باجتماعها و ترکیبها. فهمید؟ اینجا همین سه چیز شده داره. یعنی روزه پیدا شدنش چی بوده؟ سببش میلاد و مبعث و انزال. فهمید نه فهمید؟ انزال الوحی علی نبی صلی الله علیه و سلم. فهمید این چیزا؟
ها یا نفهمیده؟ روزه یوم اثنین فقط. روزه یوم اثنین، یعنی روزه اثنین پیدا شویش چی به روزه میگرفته که برای اون که مثلا چی این روز مولود و روز مبعث و روز انزال. فهمیدید؟ همین سه چیز کتی. همین چی میگم؟ سه چیز میگم این چیزا. الان ما میگیم که طيب یعنی اگر شما بگید که نه همین یک تا یعنی چی میلاد خودش کفایگی میکند، ها یک تا میلاد خودش چی مو به کفایگی میکند میگیم. فهمیدید؟ یک تا خودش میلاد کفایگی میکند میگیم. ما میگیم که خنجنده مبعث ما انیق میدیم که مبعث چی 12 ربیع الاول نشد، مبعث انزال خاصتا کدوم شد یعنی شب لیله القدر اند شد. لیله القدر ماهی رمضان اند که ماهی رمضان اند شد. فهمیدید یا نفهمیدید؟ فهمیدید این چیزا؟ فهمیدید؟ الان بیان چی این روزه سببش یعنی میلاد خودش نبوده است، یعنی روز چی میشد مبعث میشد، روز چی میشد یعنی فهمیدید؟ همش چی اجتماع کتی میشود یعنی فهمیدید؟ با کذالک جواب هم اینجا مثلا چی اینجا چهارم علت ما که روز دوشنبه روزه گرفتنش این روز چی روز اعظم یعنی که از روز مثلا چه روز بزرگ کو اعظم الایام برای که رسول صلی الله علیه و آله و سلم چی میگوید یعنی میگوید که علیه الصلاه و السلام تفتح ابواب الجنه یوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله عز وجل. نعم لا يشرك بالله عز وجل نعم شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا حتى يصطلحا، اتركوا حتى يصطلحا. فهمتید؟ اذا همین روز دوشنبه كذلك چه همین اند رسول صلی الله علیه و سلم دیگر روایت وقتی که پرسیدن گفت که ذاک یوم تعرض الاعمال الى الله عز وجل. میگوید که صحیح مسلم انده میگوید که تعرض الاعمال في الجمعة مرتين، تعرض الأعمال في الجمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس. يعني هر جمعة دوباره عملها برد جمعة مراد به جمعة چه؟ هفته یعنی هفته به دوبار عملها آسمان برداشته میشن. کدوم روزا؟ دوشنبه پنجشنبه. هم به رسول صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ و انا احب ان تعرض اعمالي و انا صائم. یعنی من میخوام که عملهایم برداشته شد حالت صومانده. اذا یعنی روز دوشنبه روزه گرفتن سببش چی بده؟ یعنی برای که این روزی که روز عملها چی آسمان برداشته میشن. یعنی فهمیدید؟ همه هیچ خیل روز مولود به این داخلش نیست. کذالک یکی از جواب ها ما این میگیم که آخر شماها غالب مولود میکردید چی میشد؟ یعنی از همین سحر میشد تا شب میخورند، ها بوقی میکشد، گوبه میکشد و همه میخورند. روز دوشنبه عصر باید که روزه گیری، ها هم خلینه روز دوشنبه باید که چه عصر روزه گیری، از ساعت تا بیگونی باید که روزه گیری. یعنی توی یعنی رقص کنی بوده نه روزه گیری. ها روز چی میشه؟ یعنی روزه گیری. این روز عید نه، روز روزه گیری میشه. یعنی هم رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگه که چه این معنیش که این روز عید نه، روز شکر. یعنی روز مثلا چی میشه؟ یعنی روزه گرفتن مثلا آدم مثلا از خوردن نمیشه دور میشه. فهمیدید؟ انا من جواب میشه. هنا حديث ام الفضل بنت الحارث آورد. نام ام الفضل بنت الحارث کی گفتم این زنه لبابه نامش کی گفتم یعنی نام این زن کی گفتم لبابه بنت الحارث الهلالیه رضی الله عنها هي اخت ام المؤمنين ميمونه خالة ابي سليمان سيف الله خالد بن وليد واخت اسماء بنت عميس لامها. غني عظيم. اذا ام الفضل لبابه این مادری نعم ابن عباس و فضل نعم قسم فهمت؟ و خواهر ام المؤمنین میمونه و خواهر اسماء بنت عمیس از جهت مادری و خاله خالد ابن ولید. یعنی خالد ابن ولید که میشد ام الفضل جیان میشه، ها که میشد جیان میشه، خالد جیان میشه ام الفضل. برای همین ابن عباس و خالد ابن ولید اینا چیان؟ بچه های خاله بچه هم اینا بچه های خاله هم. میگوید که ام الفضل ان ناسا تمارو، روایت نسائی ده ان ناسا اختلفوا یعنی تجادلوا، اختلاف کردن، مجادله کردن نزد ام فضل خانه ام فضل در روز عرفه درباره صیام رسول صلی الله علیه و آله و سلم
یعنی اختلاف کردن که روز عرفه نام، یعنی این چی به ابن حجر میگوید که یعنی این دلالت میکند که صحابه ها من باب عموم من باب کلیات میدونستن که روز عرفه باید که چه روزه گیری میدونستن، لیکن اکنون مسئله حج اند چخیل، یعنی این عرفه حج گیری کردن روز عرفه برای حاجی برای مسافر همه به یا نه؟ بعضی گفتن که رسول صلی الله علیه و سلم روزه گرفتن ها، یعنی الان میخوان صحابه ها چه همه مجلساشون رسول صلی الله علیه و سلم بحث کردن، یعنی ها میخواهند که چه فهمن که کدومش بهتر. بعضی صحابه گفتن که رسول صلی الله علیه و سلم این حج انده سال دایم هجری شدگی حج ودان ده روز عرفه انده، گفتن که رسول صلی الله علیه و سلم چی کردگی؟ روزه داشتگی. برای آنکه اینا شنیده که روز عرفه فضلشو درجهشو ثوابش بسیار، اما گفتن که رسول صلی الله علیه و سلم اذا معناش سفرنده هم حضرنده هم حجنده هم غیر حجنده هم روز عرفه چه روزه میگیرن. بعضی گفتن که نه برای که میدونن که روز مسافر حج چه مسافر چه روزه نمیگیرن، گفتن که ما چند بار همراه رسول صلی الله علیه و سلم سفرنده دیدیم روزه نمیگیریم. اذا اختلاف شد، نام چی شد؟ یعنی اختلاف شد. و این یعنی چی به جلالت این زن عظیم و چی دلالت فقهش و فهمش دلالت میکنه چیز که شکا کرد، گفت که برای که خواهیم که فهمیم، یعنی ام الفضل رضی الله عنها میدوند که رسول صلی الله علیه و سلم صائم نه، لیکن چی گفت؟ نام هم به چی میگن؟ یعنی العیان اشد حجتا من الخبری، العیان اشد حجتا من الخبری. بیننده کی بود بیننده چه خبر دارن چی آید شنیدن کی بود مانند دیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. میدونید این شعر یا نمیدونید؟ شما یاد گرفت کم کم آخره تعلیم گرفت نمیشه. ایدان هم به چیکار کردن مفضل خواست که این چیزه بچکتی بیان کنند با دیدن، با خبر نمی با دیدن. چی خواست؟ یعنی ملفظ فهمید خواست که یعنی چه تیاد یعنی نشون تیاد که یعنی صحابه ها به همین که اگر بینن که خود مثلا یک کس گفت که من دیدم یا شنیدم رسول صلی الله علیه و سلم گفت که من روزه سیرامو چه دیلنده یک چیز میموند یا نه دیلنده یک چیز میموند، دیلنده چی یک چیز میموند، دیلنده چی یک چیز میموند. برای همین تو که یگان چیز نمونه چیکار کرد؟ یعنی ام فاضل رضی الله تعالی عنها نم قدح گرفت. قدح یعنی مثل ظرف. دیگر روایت ام المؤمنین میموننده حلاب نم فاوتی نبی صلی الله علیه و سلم حلاب یعنی ظرفی که یک بار همین شطور جوشت و شیرش گیرد یک شیرش میبرد، یعنی 5 10 1 لیتر 50 یعنی فهمید یک برای همین بود برای چیه شیرش گرفتن حلاب میگن، یعنی ظرفی که جوشش شیره همین آوار رسول صلی الله علیه و سلم دادن. و رسول صلی الله علیه و سلم نم و هو واقف علی بعیری فشرب، یعنی بالای رسول صلی الله علیه و سلم بالای شیرند استاده نم شیر نوشید. دیگه چی؟ هیچ خیلی شبهه ماندگیش نیست، هیچ خیلی شبهه نماند که چی میشد، یعنی این دیلنده شبهه ماندگیش نیست، یعنی یقین فهمیدن که همه رسول صلی الله علیه و سلم امروز روزه نیست. فهمیدن؟ یعنی اما قولش واقف علی بعیره فشرب نم یعنی این معنیش نه که یعنی بالای واقف یعنی رسول صلی الله علیه و سلم بالای شتر بر راست ایستاده نورشید. فهمیدید؟ هم ابن العربی میگه که لا میگه هذا الشيء میگه الراكب على البعير يقال واقف على البعير. فهمیدید؟ یعنی شترنده راکب که شده بالای شتر به کشتی میگن که این بالای شترنده راست ایستاده خورد، یعنی معنیش شتر که راست بود یعنی معنیش هم راست میشه، یعنی فهمیدید؟ هم یعنی چی میشه؟ یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چی بود؟ یعنی ششته بالای شترنده شیر نوشید. یعنی طبعا روایت نسائی اومده که اینجا بود و هو یخطب، یعنی حرفنده خطبه میکرد که هم وقت خطبنده شیر گرفته چه نوشید علیه الصلاه و السلام. و این دلیل صریح شد که یعنی چه؟ یعنی رسول صلی الله علیه و سلم روز عرفه حج انده روزه نگرفته. فهمید؟
و این دلایل حدیث یعنی میبینیم که چه صحابه ها یعنی چه پیروی رسول صلی الله علیه هر یک قرآن چه میکنن دلیل بحث میکنن. کذالک اینجا ما فایده میگیریم که یعنی چه جواز الهدیه لرسول الله صلی الله علیه و سلم. میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه نمیخورد اما هدیه قبول میکند. هدیه چی قبول میکند؟ كذلك فيه جواز نعم هدیه المرأة للرجل، مرأة اجنبیه برای که حضور ام الفاضل زنی بیگانه برای رسول صلی الله علیه و سلم. اذا معنیش چه؟ یعنی نعم این وثق نعم ان كانت موثوقه في دينها میگوید نعم العینی. اذا زن بیگانه مرد بیگانه به هدیه کنه میشد یا نمیشد؟ میشد به شرطی که زن چه صاحب دین باشد. یعنی از زن بیگانه هدیه قبول میکنی یا نمیکنی؟ اگر بینی که مثلا زن دیندار موثوق مثلا دینش هم باشه قبول میکنی تو که فتنه واقعی چی نشود. یعنی همین خیل ام الفضل زن دیندار متدین چی بود؟ رسول صلی الله علیه و سلم چه هدیهش چی کرد؟ قبول کرد. نعم هدیهش چه قبول کرد. كذلك اینجا چی به دلالت میکنه؟ دلالت میکنه که نعم تصرف المرأة فی مال زوجها این کنه یسیرن، یعنی زن میتوند مال یعنی حالا که مثلا این چیزای این شوهرش که میتوند که یعنی مال شوهرش چه هدیه کند صدقه کند یعنی چیزی یسیر و شوهر رخصت دادگی و کند چه میشه. همین چیز به این حدیث دلالت کرد. نه سنة امام رحمه الله حديث ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه يورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. اذا رواه مسلم وقد روي موقوفا. یعنی معنی چیز قد روی موقوفا یعنی سبحان الله این چی به دقت امام به دلالت میکند. یعنی چی به یعنی شکوف نظر امام یعنی نم هذا يدل على شکوف نظره في باب العلل. يعني دلالت میکند حقیقتا ابن عبد الهادي رحمه الله يعني چی معنی رجل متعمق ورجل دقيق في باب العلل. يعني علل بچوي يعني معناه انه اطلع على علة هذا الحديث. نعم هذا حديث برای که حديث روی موقوفا ومرفوعا. نعم روی موقوفا ومرفوعا. نعم این حدیث عموما الروايات که اومده که از روایت نعم عمر ابن ثابت الانصاری عن ابو ایوب الانصاری. عمر ابن ثابت الانصاری روایت کرده این حدیث از که از ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی و ارضاه. انا از عمر ابن ثابت الانصاری رضی الله تعالی عنه قد روى عنه جماعه ابناء سعيد الانصاري يعني يحيى بن سعيد الانصاري واخوانه يحيى وسعد وعبد ربه ابناء سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري من تومه صاحب حديث انما الاعمال بالنيات. همینه برادرهاش اینا سه برادرن يحيى عبد ربه و سعد. امام احمد میگوید که يحيى بن سعيد ثقه و اخوه عبد ربه لا بأس به و اخوه مسعد ضعیف. ها سه برادران یکتاش ثقه یکتاش لا بأس سیمش ضعیف. فهمت؟ این حدیث على كل هم ابن القيم رحمه الله و ابن مفلح و جمع و ذهبی و حدیث طبعا صحیح مسلمان ده حدیث یعنی على كل شوي صحیح. حدیث چی میشه یعنی صحیح. ها يحيى عبد ربه و سعد. امام احمد میگوید يحيى بن سعيد میگوید ثقه و اخوه عبد ربه ابن سعيد لا بأس به فلا بأس به و اما اخوهما سعد فضعيف. فهمت؟ سعد بن سعد الانصاري نشد. نعم همش انصاري هم سنتين انصاري يعني سعد بن سعيد هم مع رجال صحيح مسلم هم مع رجال مسلم. اذا حديث على كل شيء مشهد يعني صحيح موقوفا ومرفوعا شيء مشهد يعني صحيح مشهد. معنای حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که من صام رمضان کسی که رمضان روزه گیرد سونه بعد از رمضان 6 روز نم ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. کسی که رمضان روزه گرفت 30 روز یا که 29 روز سونه عید میشه طبعا ایدان میخورد بعضی 6 روز مباشرتا روزه میگیرند و گویا که چه یک سال روزه گرفتگی باید میشه. و تفسیرش حدیث ثوبان اند اومده که میبینید که چی رمضان روزش 10 ماه کتی برابر
10 ماه کتی برابر. اما 3 شوال چی میشد یعنی 2 ماه میشد یعنی ها 360 میشد. یا که دیگه معنا کتی میگن که رمضان 30 روز، سون 6 روز 36 و حسنت به 10 امثالها، هر یک حسنه به 10 مثالی داده میشد. 36 تا به ضرب زدیم چند میشه؟ 36. ایدان چند 36 روزه گیری گویا که 100 روزه گیری که برابر میشه. فهمیدید؟ دو وجه هم صحیح میشه. هر دو وجه هم صحیح، هر جمع صحیح میشه. فطبعا این چیزا جمهور اهل میگن الا امام مالک. امام مالک رحمه الله چیکار یعنی این حدیث را اعتراض کرد، گفت که یعنی نعم لم ارى احدا من السلف كان يصومه بل كانوا ينكرون. امام مالک رحمه الله این چیزا چی قبول نکرد، گفت که سنت نگفت. 6 روز شوال گفت روزه گرفته نمیشه. ها امام مالک موطن ده نعم امام مالک من الناس دویم امام یعنی مذهب امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد ابن حنبل. ها 4 امام دویمشون امام مالک گفت که 6 روزه که شوال روزه میگیریم همین چی گفت یعنی سنتانه نیست گرفته نمیشه. نعم چی جواب گفتن؟ یکم جوابنده گفتن که غریبش چینده، یعنی بعضی گفتن که برای که امام مالک برای چی نگفت؟ ها؟ نونده حدیث صحیح های، حدیث ثوبان، حدیث ابو ایوب اومدگی، ها؟ حدیث اومدگی گفتن که برای اینکه حدیث لم یبلغ الامامه، برای که حدیث امام مالک با اومده نرسید، این حدیث نشده. لیکن ابن عبدالبر میگه که این بعید میگه، برای اینکه این حدیث از روایتی که گفتیم عمر ابن ثابت الانصاری و عمر ابن ثابت شیخ امام مالک، ها شیخش روایت کرده از شیخش از طریق عمر ابن ثابت از ابو ایوب روایت و حدیث روایت کرده. پس برای چی؟ اینده میگن که المهم علی کل امام مالک دیگه وجه، مقصد امام مالک دیگه بود. هم ابن عبدالبر استذکار هم بیان کرده میگوید که مقصد امام مالک برای اینکه بعض جاهل ها یعنی چیکار میکنن، یعنی این 6 روزه گرفته روزه داشته سون افتر رمضان چی میکنن 36 میکنن، میگن که 6 روز هم رمضان فرض، رمضان 30 روز نیست 30 روز 36 روز. اهل جهل گفتن جهاله اهل غفلت این چیزا نمیفهمند، روزه 30 روزه چند میبرن گفتن 36 میگن که 36 فرض. فهمده؟ انا آدم تو که همین جهت به نفتا گفته همین بچه، اما اهل فاضل اهل علم این چیز دونسته مثلا میدونن که این چیز فقط مستحب هیچ خیلی رمضان به داخلش ده لا باس میگفت. یعنی فهمده مقصد امام مالک مقصدش فهمده؟ یعنی این بهتر، یعنی نظر که بگیم که امام مالک یعنی چه امام حدیث اهل مدینه و امام مالک یعنی امام اهل حدیث، امام مثلا بلکه عمر ابن ثابت یعنی یحیی بن سعید الانصاری شیخش، عمر ابن ثابت شیخش و حدیث مدنی ها مثلا این چیز خبرش نبودن، این چیز بعید، یعنی از صد ذریعه اعظمی چیز ترسید یعنی امام مالک. برای من علی کل این 6 روز چی میشه یعنی لا شک سنت روزه گرفتن، یعنی این روزه چی میشه بهتر میشه. سنه حدیث ابو سعید الانصاری گرفتنش اینه 6 روز یا گونه تو بعدا درست گرید میشن درست میگه درست دم میگه درست میگه نه، یعنی بهترش چی گفت علیه الصلاه و السلام من صام رمضان ثم اتبعه بست شوال. اتبعه یعنی معناش اصلا میخواد 6 روز پای در پای، یعنی از دویم شوال سال میکنه تا هفتم شواله پای در پای میگیره. برای اینکه نمید بهترش همین، برای اینکه نمیدونه چی میشه، چی تو انتظار آدم سفرانه میشه، مسافر میشه، بیمار میشه، یعنی بسیار چی و الا آدم میتوند که دوشنبه پنجشنبه هفته به دوباره مثلا گردن بشه. لیکن بهترش 6 روز پای در پای گرد چی میشه، یعنی نه 6 روز پای در پای گرد بهتر میشه. الله میشه.